با گوشت خاملای پلو مشکل داری؟ بریانی خودمونی رو به این روش امتحان کن، بی نظیر میشه. شما گوشت رو ببین مثل پنبه نرم شده، اینم از سیب زمینی هاش و یه لقمه خوشمزه. بریم که با هم درستش کنیم. برای درست کردنش داخل مولتی کوکر یا قابلمه روغن میریزیم، پیازها و گوشت، کمی تفت میدیم. ببینید از الان پیاز آب انداخته، چوب دارچین، برگ بو و زردچوبه رو میریزیم. کمی که تفت خورد ادویه‌هایی که کپشن براتون می‌نویسم رو میریزیم. تفت میدیم و هم میذاریم که گوشت بپزه. روی آبشن گوشت قرارش میدیم، 40 دقیقه بهش زمان میدیم و گوشت ما پخته و آماده است. ببینید چه آبی هم انداخته. آب برنج رو میذاریم به جوش بیاد، ادویه ها رو میریزیم، برنج رو دونتر آب کش میکنیم. داخل قابلمه رو کمی از روغن گوشت میریزیم، سیب زمینی ها رو میچینیم، گوشتی که پخته رو روش قرار میدیم، کمی از آب گوشت، زعفران، پودر لیمو عمانی، نخود پخته میتونید کشمش هم بریزید، پیاز داغ و برنج و در آخر پیاز داغ و زعفران میذاریم که برنجمون دم بکشه. اینم از بریانی خودمونی خوشمزه ما. امیدوارم که این بریانی خوشمزه و بی‌نظیر رو درست کنید و خوشتون بیاد. نوش جان.